جواب اینو در بیاریم به شما پیشنهاد میکنم در سرچتون از کلمه سیژر، الان این پایین می نویسم، به معنی تشنج هم استفاده کنید. یعنی تاثیر هیپوکسی رو روی سیژر هم بررسی بکنید. تشنج یعنی افزایش فعالیت نورون‌های مغزی که این اصطلاح رو اگر این افزایش نابجا باشه، فعالیت الکتریکی زیاد باشه، با کلمه تشنج ما ازش استفاده میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما از این کلمه توی اون هوش مصنوعی که دارین سرچ میکنید استفاده بفرمایید. خب عزیزان، ما داشتیم در خصوص فصل 46 صحبت میکردیم، انتهای فصل 46 بودیم. در مورد بعضی از عواملی که تاثیرگذار هستن. یک لحظه اجازه بدید عزیزان. خب عزیزان، داشتیم در مورد فصل 46 چند تا اسلاید آخرش صحبت می‌کردیم در مورد تاثیر عوامل روی سایناپتیک ترانسمیشن که هیپوکسیش رو قرار شد شما در بیارین و الان داریم چند تا مورد دیگر رو میگیم. مثلا کافئینی که توی قهوه هستش، توفیلینی که توی چای هست، یا توبرومینی که توی شکلات و اینها وجود داره. اینا همشون باعث افزایش فعالیت و تحریک نورون‌های مغزی میشن و اصولا این کار رو با کاهش اون آستانه تحریک در نورون‌ها انجام میدن. مواد بیهوشی، مواد بی‌حسی، اینا اصولا کارشون این هستش که بیاد ترشولد یا آستانه رو افزایش بدن. بعضی از مواد مثلا استرکینین ها، اینها کارشون مهار نوروترانسمیترهای مهاریه. وقتی که نوروترانسمیترهای مهاری مثل بابا مهار میشن، پس باعث میشه که نوروترانسمیترهای تحریکی فوق‌العاده فعال بشن و باعث افزایش فعالیت نورون‌ها، سیژر، تشنج و اسپاسم یا تونیک عضلانی بشن و ممکنه باعث خفگی بشن و مایش‌های تنفسی رو، اسپاسم شدید هم درش به وجود بیارن. این استرکینین ها در سموم آفتگوش اصولا استفاده میشه. خودشون منشأشون یک منشأ گیاهی هستش. اگر یادتون باشه گفتیم که سیناپس های شیمیایی تأخیر دارن، دیلی دارن که این دیلی صرف یک سری اتفاقات میشه. از این اتفاقات یکی دیسچارج کردن یا آزاد کردن نوروترانسمیتر از پیش سیناپسی به درون پایانه سیناپسی و شکاف سیناپسی هستش. انتشار اون نوروترانسمیتر روی نورون پس سیناپسی هستش. تأثیر نوروترانسمیتر روی گیرندش در نورون پس سیناپسی هستش. تغییر پتانسیل غشا و پتانسیل غشای نورون پس سیناپسی هست که رخ میده در نهایت به خاطر نشستن اون نوروترانسمیتر روی گیرندش هست. اگر گیرنده و نوروترانسمیتر تحریکی باشن، EPSP به وجود میاد که EPSP باعث میشه که در نهایت ممکنه به اکشن پتانسیل حالا برسه یا نرسه. برای تمام اینها یک مدت زمانی مورد نیازه که به صورت عمومی میانگین میگن نیم میلی ثانیه زمان مورد نیاز هست که این سایناپتیک دیلی صورت بگیره. از نظر ساختاری بچه‌ها، نورون‌ها ساختارهای متفاوتی دارن. ما میدونیم که سیستم عصبیمون یا سلول‌هایی که توش هستن نورون هستن یا گلیال‌ها هستن که گلیال‌ها بیشتر نقش پشتیبان دارن. اونها هم حتی هدایت الکتروتونیک درشون دیده میشه، پس تحریک درشون دیده میشه. اون کلمه تحریک ناپذیر رو نباید درشون به کار ببریم که قدیما میگفتیم سلول‌ها یا تحریک پذیرن یا تحریک ناپذیرن در سیستم عصبی. نه، اونم تحریکات رو در یک سری مناطق، در یک سری وقایع دارد. و از نظر ساختاری ما میتونیم بگیم که نورون ها بعضیاشون هستن که مثلا تک قطبی هن، بعضیاشون هستن که دو قطبی هن، بعضیاشون هستن چند قطبی هن، بعضیاشون هستن اصلا مثلا کاذب هستن، دو قطبی کاذب هستن. پس از نظر ساختاری ما انواع و اقسام ساختار نورون ها رو داریم میبینیم بسته به این که از کجای یک جسم سلولی اون نوریته خارج شده باشه. اگر از یک جاش نوریت خارج شده باشه، اومده باشه بیرون، بعد دو شاخه شده باشه، یه شاخش بشه نورون، یه شاخش بشه دندریت، یه شاخش بشه آکسون، میگیم اوکی این یونیپولاره یا تک قطبیه. اگه از دو جای جسم سلولی نوریت خارج شده باشه، میگیم این بایپولاره، دو قطبیه. اگر
یک جا خارج شده باشه و بعد دو شاخه شده باشه بهش میگیم تک قطبی کاذب هستش. از طرفی بچه‌ها ممکنه که نورون ها چند قطبی باشن. چند قطبی ها میتونن مثل سلول های هرمی این شکلی باشن، شکل وسطی، سلول های ستاره‌ای باشن، شکل سمت چپ، ردیف پایین، یا یک ساختار عجیب و غریب و بزرگ دندریتی رو ما در اینها ببینیم. از نظر عملکردی نورون ها ممکنه سنسوری نورون باشن. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات حسی رو دریافت کنن. یا ممکنه موتور نورون باشن. یعنی چی؟ یعنی دستورات رو صادر کنن، تولید کنن. یا ممکنه اینترنورون باشن، یعنی نه مستقیم اطلاعات حسی رو بگیرن نه مستقیم دستوری صادر کنن، فقط اطلاعات رو یه نورون به یه نورون دیگه بدن. پس از نظر عملکردی یا سنسورین یا موتورن یا اینترنورون هستن. خب نورون هایی که دوپامین آزاد میکنن بهشون میگیم نورون های دوپامینرژیک. نورون هایی که گابا آزاد میکنن بهشون میگیم نورون های گاباergic. نورون هایی که استیلکولین آزاد میکنن بهشون میگیم نورون های کولینرژیک. نورون هایی که مثلا هیستامین آزاد میکنن بهشون میگیم نورون های هیستامینرژیک. پس نامگذاری نورون بر اساس اون چیزیه که بیشتر آزاد میکنه. حالا ممکنه همزمان چند تا چیز آزاد کنه، ولی اون چیزی که بیشتر آزاد میکنه رو ما بر اساس اون نامگذاری رو براش انجام میدیم. خب اینم قسمت انتهای فصل 46 بود. بریم فصل 47. من براتون شیر کنم. فصل 47 میخواد در خصوص رسپتورهای حسی با همون صحبت کنه. ما میدونیم که دو نوع میتونیم بگیم که حواس داریم. ما یه سری حواس ویژه داریم، یه سری حواس عمومی داریم. اونایی که حواس ویژه هستن اونایی هستن که در یک اندام حسی خاص هستن، مثل چشم، مثل گوش. ما چشم داریم برای دیدن، گوش داریم واسه شنیدن. یا بویایی، در مخاط بویاییمون رو داریم، گیرنده های بویاییمون رو داریم، اینا جزء حواس ویژه هستن. یا چشایی جزء حواس ویژه هستن. اما یه سری از حواس نه، پخشن، زیادن، مثل لامسه، مثل درد، مثل حس لمس. از نظر محل قرارگیری هم بعضی از حواس بیشتر بیرونی هستن، مثلا اطلاعات بیرونی رو دریافت میکنن، لمس، گرما، سرما، ارتعاش، اینجور چیزا. روی پوستن بیشتر روی مثلا چیزایی که داره اطلاعات رو بیرون، مثل چشم که داره نور بیرون رو میگیره، مثل گوش که داره ارتعاشات بیرون رو میگیره. بعضی از حواس داخلی هستن، مثلا بین مفاصل هستن، در ماهیچه ها هستن. اینا اطلاعات اندام های داخلی ما رو میگیرن، به مغز میدن. بعضی از حواس احشایی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا توی معده است، روده است، مغز، عروق، اینا توی اندام احشای ما هستن و اطلاعات رو میگیرن و منتقل میکنن. پس از نظر من قرارگیری ما حواس مختلف داریم. اینجا هم داریم میبینیم اصولا از یک اندام حس، این یک اندام حس پریفرال یا محیطیه. خب داریم میبینیم که از این اندام حس ما داره از انتهای دندانش که تبدیل شده به اندام حس اطلاعات میاد، میرسه به جسم سلولی. جسم سلولی که دندانش داره اندام حس عمومی رو میسازه، در دورسال روت گانگلیون یا DRG هست، یعنی در سلول گانگلیون ریشه پشتی. حالا چرا بهش میگیم یکی میخوایم اینو با هم دیگه کلماتش رو بررسی کنیم. چرا بهش میگیم گانگلیون و بهش نمیگیم مثلا هسته جسم سلولی دیگه؟ چرا هسته سلولی یا جسم سلولی یا سوما نمیگیم؟ کلمه گانگلیون رو کی استفاده میکنیم؟ موقعی که یه جسم سلولی داشته باشیم که سلول عصبی باشد و خارج CNS باشه، یعنی تو مغز و نخاع نباشه. کلمه گانگلیون رو براش استفاده میکنیم. خب میگیم این گانگلیون یا فارسیش میشه گره، عقده. گانگلیون حسی ریشه پشتی. حالا چرا بهش میگیم ریشه پشتی؟ نگاه کنید مثلا نخاع اگر شما نگاه کنید، ماده خاکستری در قسمت مرکزی نخاع قرار داره، ماده سفید در اطراف نخاع قرار داره.
سمت شکم نیست، به سمت پشته، بهش میگیم ریشه پشتی. ماده خاکستری ریشه پشتی. اینجا ریشه پشتیه بچه‌ها. ریشه پشتی اصولا مربوط به دریافت اطلاعات حسیه. ریشه شکمی که به سمت جلو هست، به سمت شکم هست، بیشتر مربوط به صدور دستورات حرکتیه. پس این گانگلیون چون داره نوریتش میره درون ریشه پشتی، ما بهش میگیم دورسال رود گانگلیون یا DRG. اختصار DRG رو بچه ها باید یاد بگیریم. برای درستون من از شما انگلیسی نمیخوام برای امتحان پایان ترم، اما چون داخل تست ها میبینم بعضی از اختصارات خیلی جا افتاده و استفاده میشه، اون جاهایی که باید اختصارش رو یاد بگیرید و اسم انگلیسیش رو باید یاد بگیرید حتما بهتون میگم. اینجا حتما دورسال روت گانگلیون، ریشه پشتی، سلول ریشه پشتی یا دیارجی رو خواهشاً یاد بگیریم. خب پس از نظر مکان دیدیم، از نظر ساختار به صورت خیلی کوچولو باش آشنا شدیم چه ساختارهایی دارن گیرنده‌های حسی، و همچنین بچه‌ها از نظر نوع محرک، بعضی از گیرنده‌های حسی مثل چشم محرکاشون الکترومگنتیته، الکتریکی، نوریه. نور جزء نیروهای الکترومگنتیته. بعضی از گیرنده ها مکانیکیه، مکانو رسپتور هستن، مثل لمس، ارتعاش. اون گوش ما با ارتعاش متوجه میشه صداها رو. مثل بارورسپتورهایی که در قوس آورت و کاروتید هستن، برای فشار خون هستن. مثل گیرندهایی که توی دوکای عضلانی هستن. بعضی از گیرنده ها کمورسپتورن، شیمیایی هستن، مثل اونایی که توی گیرنده های شیمیایی قوس آورتن که تو بخش تنفس ترم پیش خوندین، به مقدار اکسیژن خون حساس بودن. بعضی گیرنده ها اسمو رسپتور هستن، در هیپوتالاموس هم بر اساس شرایط اسموزی میفهمن که الان چقدر آنتی دیوریتیک هورمون یا هورمون ضد ادراری یا وازوپرسین ترشح بکنن. بعضی از گیرنده ها پس بر اساس نوع محرک میتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم. گیرنده ها رو میتونیم بر اساس شکل گیرنده تقسیم بندی بکنیم. بعضی هاشون مثل پاچینی کپسول دارن، یه بافت همبندی کپسول. بعضی هاشون مثل گیرنده های آزاد عصبی که برای درد هستن مثلا، کپسول ندارن، آزادن، انتهای دندریتی آزادن. بعضیاشون یه پایانه‌های پهنی دارن مثل مرکل، بعضیاشون پایانه‌هاشون حالت مارپیچی داره مثل دوکای عضلانی مارپیچیه. بعضیاشون انشعابات خیلی زیادی دارن مثل اون دستگاه گولژی تاندونی که بعداً می‌بینیم. پس از نظر شکل هم اینا رو باز میایم یه تقسیم بندی هایی روشون انجام میدیم. پس گیرنده ها میتونن گیرنده های حس ویژه یا میتونن گیرنده های حس عمومی باشن، مثل حس های ویژه مثل بینایی، شنوایی، چشایی. حس های عمومی مثلا مکانیکی، حرارتی، نمیدونم درد. مکانورسپتورها گیرنده هایی که به تغییرات مکانیکی حساس هستن، تغییرات مکانیکی روی محیط رو متوجه میشن. مثلا گیرنده هایی که به تعادل حساسن، ما سرمون رو تکون میدیم بدون که نگاه کنیم میدونیم الان سر ما مثلا یه نیم درجه به سمت راست یا چپه. یا بارورسپتورهایی که فشار رو اندازه گیری میکنن، یا مثلا گیرنده های رافینی که مربوط به ارتعاش هستن. ساختار این گیرنده ها رو بچه‌ها دارید میبینید. لازم نیست ساختار رو بعد درس تئوریتون، شاید بعد درس عملی استادتون بخواد، بعد درس تئوری اینجوری نیستش که من از این گیرنده ها شکلش رو بدم بگم نام ببرید اینا چه گیرنده هایی هستن، یا از این جدول بچه‌ها مثلا بدم که حالا دونه بدونه بخوان اطلاعاتش رو بگین. هر جا که خود گیرنده رو میخونیم، مکانیزم میخونیم، فیزیولوژیش رو میخونیم، اون قسمت‌های آناتومیکش رو من به امتحان نمیارم، من قسمت فیزیولوژیک رو از شما به امتحان خواهم پرسید. اینجا تقسیم بندی گیرنده های حسی رو داریم، مثلا انتهای آزاد عصبی که مثلا لمس و فشار و اینا رو میتونه احساس بکنه، درد رو میتونه احساس بکنه. مرکل ها که اگر یه شیئی روی بدن تکون بخوره میتونن احساس بکنن. رافینی ها که فشار روی بدن رو میتونن احساس کنن. در مفاصل هستن، درجه چرخش مفاصل رو میتونن احساس بکنن. مایسنر که میتونه
در جاهایی که مو نداره مثل کف دست و اینها بیاد حرکت اشیا رو روی پوست احساس بکنه. انتهای مو، ما یه سری گیرنده های قسمت های انتهایی مو داریم که حرکت اشیا حتی رو مو رو هم میتونه احساس بکنه. پاچینی که لرزش رو میتونه احساس کنه. گیرنده های شنوایی و تعادل و بینایی و اینا رو همه رو بعداً به طور گسترده در فصل‌های جداگانه خواهیم خوند. در مورد سرما و گرما و درد جداگانه صحبت خواهیم کرد. در مورد چشایی، بویایی، همه اینا رو توی قسمت‌های خودشون با ساختار گیرندش آشنا میشین، با عملکردش هم آشنا میشین. پس این جدول فعلا برای آشنایی با هستش که شما بفهمید که چه چیزایی رو قراره بعداً بخونید. یا گیرنده‌هایی داریم که بهشون میگیم گیرنده‌های پروپریوسپتور یا پروپریوسپتیو. گیرنده‌هایی هستن که قسمت وضعیت ماهیچه ها، مفاصل، استخوان ها، اینها رو متوجه میشن. برای اینکه بفهمیم مثلا الان شما بدون اینکه نگاه کنید مثلا سر پا اگر ایستاده باشین میفهمین وزنتون رو پای راستتون انداختین یا رو پای چپتون انداختین. الان کدوم یک ماهیچه شما منقبض تره؟ گیرنده هایی هستن دوک عضلانی که این اطلاعات رو منتقل میکنن. گیرنده هایی هستن که تاندونی گلژی، کشش این تاندون ها رو میتونن منتقل بکنن. در مورد ساختارش بعداً صحبت خواهیم کرد. گیرنده های وضعی، کمورسپتورهایی که شما در ترم پیش داشتین در قوس آئورت، سینوس کاروتید، اینا به کاهش اکسیژن حساس بودن و میتونستن کاهش اکسیژن رو منتقل بکنن، دیتکت بکنن و بفرستن به نواحی مرتبط به مثلا تنفس، که تنفس بیاد مقدار اکسیژن و اینا رو بیاد تنظیم بکنه، ریت تنفسی رو، عمق تنفس رو، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو تنظیم بکنه که بتونه غلظت گازهای خونی رو در حد نرمال نگه داره. یا اسمورسپتورهایی که در هیپوتالاموس هستن، جسم سلولی هیپوتالاموس، آکسونشون میاد میره در هیپوفیز پسین و در جسم سلولی آنتی دیورتیک هورمون ترشح میشه. موقع‌هایی که شرط اسموزی جوری هستش که بدن دچار کم آبی هست، اینا چروکیده میشن. اسمورسپتورها باعث میشن که ADH از اینها آزاد بشه. آنتی دیورتیک هورمون نقش ضد ادراری داره، ادرار رو کم میکنه. از طرفی بچه‌ها درخواست آدم یعنی تشنگی رو زیاد میکنه، دهن تشنه میشه، خشک میشه و فرد به دنبال خوردن آب میره. به اینها میگیم اسمورسپتورها. اینها گیرنده های شیمیایی هستن. یه اصطلاحی داریم به نام اصل خطوط علامت گذاری شده یا لیبل لاین. این از چی داره میگه؟ میگه که مثلا اگر ما یک سلولی داشته باشیم که سلول هیر سل باشه، یعنی سلول مویی باشه، یعنی در گوش باشه و مثلا توی قسمت‌های مرتبط با شنوایی تو حلزون گوش باشه، خب این سلول هم خود سلول ویژه است، هم مسیری که داره پیام رو میگیره میفرسته به مغز ویژه است، میره به یه هسته خاصی در مغز، بعد از اون هسته خاص میره به یک قشر خاصی در کورتکس مغز. یعنی انگار لیبل شده است، انگار علامت گذاری شده است که این حس اگر اینجا حس شد بره به کورتکس مربوط به شنوایی در گیجگاهی، در قشر گیجگاهی و صدا احساس بشه. یا اگر مثلا گیرنده چشاییه، از یه مسیر ویژه خاص مخصوص به سیستم چشایی بره به نواحی مربوط به چشایی در مغز. یا اگر بیناییه، گیرنده مثلا مربوط به سلول مخروطی هستش، بیاد بره به قشر پس سری در مغز. یا اگر که پاچینیه مربوط به تاچه، بره به قشر حسی مربوط به تاچ یا لمس در مغز. یا اگر olfactory یا بویایی، از یه مسیر ویژه بره به نواحی حسی مرتبط به آنالیز حس بویایی در مغز. یا اگر مثلا فری نرو اندینگ هستش، مربوطه به انتهای آزاد عصبی درد هستش، بره به ناحیه مخصوص به درد در مغز و اون احساس بشه. به این اصل که میگن که هر راه عصبی در یک نقطه خاص در سیستم عصبی ختم میشه و هر حسی به محل خاص خودش میره، اینا با هم قاطی نمیشه، هر کدوم مسیر خود ریل کشی خاص مخصوص خودش رو دارن. به این میگن اصل خطوط علامت گذاری شده یا لیبل لاین. خب
از طرفی بچه‌ها ما میدونیم که پتانسیل عمل و پتانسیل استراحت یه تفاوت‌هایی با هم داشتن. اگه یادتون باشه ترم پیش میگفتیم پتانسیل عمل تابع قانون همه یا هیچ هست. این یعنی قانون همه یا هیچ. یعنی میگفتیم هر سلول پتانسیل عمل خاص خودش رو داره. اگر تحریکات به حدی باشد که به ترشهولد و آستانه برسه، بعد از اینکه به آستانه و ترشهولد رسید دیگه بعدش ما چی رو داریم؟ اکشن پتانسیال رو داریم. اینجوری نیستش که اگر یک تحریکی بیشتر باشه، قوی تر باشه، ما دامنه اکشن پتانسیالمون قوی تر بشه. خب یا اگر یه تحریکی ضعیف باشه، مثلا ما به جای اینکه یه دونه اکشن پتانسیال عادی داشته باشیم، مثلا بیایم یه اکشن پتانسیال با یه دامنه نصفه داشته باشیم. نه، اینجوری نیست. گفتیم که یا هست یا نیست. اگه هست، اکشن پتانسیال تیپیک خاص اون سلول هست. اینجوری نیستش که بخواد شکلش بر اساس شدت تغییر بکنه. اما در خصوص گیرنده ها عزیزان این یه مقدار متفاوته. پتانسیل گیرنده یعنی جایی که اون دندریت گیرنده توی مثلا کپسولش هست، تا جایی که بچه ها اولین گره رانویه است، یعنی اون جایی که ما دیگه گیرندمون دارای دایه میلین هست. خب به فاصله بین سلول های شوان میگیم گره رانویه. تا اولین گره رانویه رو بهش میگیم گیرنده، یعنی از این ابتدا تا اولین گره رانویه گیرنده است. از اولین گره رانویه به بعد دیگه میشه پتانسیل عمل مثل سایر نورون ها به قانون همه یا هیچ. اکشن پتانسیال عادی یا هست یا نیست کنه، فقط تعدادش در واحد زمان تغییر میکنه. اما در خصوص پتانسیل گیرنده ما یه سری تفاوت‌هایی رو داریم. پتانسیل گیرنده میتونه دامنش کم و زیاد بشه، یعنی تابع قانون همه یا هیچ نیست. حالا این پتانسیل گیرنده که اینجا دارید میبینید که قرمز کشیده نسبت به پتانسیل عمل که مشکی کشیده، پتانسیل گیرنده میتونه در اثر باز شدن یا بسته شدن یه سری کانال‌های یونی باشه، میتونه در اثر کشش باشه. ما گیرنده ها و کانال‌هایی رو داشتیم که وابسته به کشش بودن، بر اساس کشش وقتی که کشیده میشدن به صورت فیزیکی اینا باز میشدن و یون وارد میشد و باعث میشد که سلول تحریک بشه. تو ماهیچه صاف دیده بودیم این حالت رو، مثلا ماهیچه‌های صاف مثانه و اینا. یا ممکنه تغییر حرارت باعث بشه که نفوذپذیری قشای گیرنده نسبت به یونها تغییر بکنه و باعث بشه که پتانسیل گیرنده به وجود بیاد. یا مثلا امواج الکترومغناطیس مثل نور میان تأثیرات فیزیکی میذارن بر روی یه سری پروتئین ها، باعث میشن یه سری پروتئین هایی مثلا شکسته بشن یا نشن، یک سری تغییرات در فعالیت قشای رسپتور به وجود بیاد و باعث بشه که یک کانال های باز و بسته بشن و باز پتانسیل استراحت دچار تغییر بشه و به پتانسیل گیرنده تبدیل بشه. پس تغییراتی که در گیرنده ها ما داریم یا مکانیکیه یا شیمیاییه یا در اثر تغییر دماس یا در اثر دنه یا در اثر تاثیرات الکترومغناطیس بسته به گیرنده، هر کدوم ممکنه به دلایل متفاوتی رخ بده و باعث بشه که پتانسیل گیرنده در نهایت به وجود بیاد. تفاوت پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل رو اینجا ما داریم میبینیم. ببینیم بعد توی پتانسیل گیرنده ما داریم میبینیم مثلا پتانسیل استراحت منفی 90، ترشهولد رو داریم میبینیم. هر چقدر از ترشهولد میره بالاتر هم داریم میبینیم که بچه فرکانس داره تغییر میکنه توی اکشن پتانسیل، هم داریم میبینیم که ببینیم بچه توی پتانسیل عمل اولی هست این
اولی که دارم الان نشون میدم، میبینیم که دامنه بلندتره، اما اکشن پتانسیال ها دامنه ها همه با هم برابر یکسان دسته به دسته کنار هم قرار گرفتن، اما پتانسیل گیرنده میتونه مقدار دامنش تحت تاثیر قرار بگیره، جمع پذیری داره، درجه بندی داره، مینیاتوری میتونه باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، متوسط باشه، بسته به شدت محرک. پس پتانسیل داره به شدت محرک. هر چقدر شدت محرک بیشتر میشه توی شکل 46-4، هر چقدر شدت محرک بیشتر میشه داریم میبینیم که دامنه پتانسیل عمل داره افزایش پیدا میکنه. نگاه کنید، شدت محرک زیاد شده، دامنه افزایش پیدا کرده. بچه دقت کنید، اینجا من دارم فصل 47 رو میگم، ولی بعضی جاها توی شکل ها نوشته شده 46 به خاطر اینکه تو گایتون قبلی فصل 46 بوده، یعنی مثلا یه دونه فصل اضافه شده تو گایتون جدید. الان این 46 که شما اینجا میبینین در از 47 بچه ها، فصل شکل 47-4 رو داریم میبینین. من باید این شکل رو عوض کنم و دقیقا همین شکل ها، فقط شماره شکل عوض شده چون یه فصل به ابتدای گایتون اضافه شده، تمام فصل ها یه دونه رفته جلو، ولی این توی گایتون جدید یعنی گایتون 21 حتی فکر میکنم که توی 2012 46 بود، بعد از اون دیگه شد 47. خب این شکل رو هم نگاه کنیم بچه ها. توی این شکل داره شدت محرک رو نشون میده اینجا، و اینجا داریم میبینیم که وقتی محرک کمه، دامنش کوتاهه، دیوریشن یا زمانش کوتاهه، داریم میبینیم که پتانسیل گیرنده خب به وجود میاد، میرسه به ناحیه تریگر، ناحیه‌ای که دیگه داره پتانسیل عمل به وجود میاد، و بعد اینجا داریم میبینیم که پتانسیل عمل به وجود اومده و بعد در پایانه سیناپسی این نورون حسی که گفتیم در دورسال روت گانگلیا هستش، نوروترانسمیتر مثلا 3 تا آزاد شده، ولی وقتی که دیوریشن و دامنه تحریک افزایش پیدا میکنه، تعداد آزادی وزیکول ها هم افزایش پیدا میکنه. اینجا هم باز داریم میبینیم چقدر دیوریشن یا تایم افزایش پیدا کرده و چقدر تعداد وزیکول ها افزایش پیدا کرده. پس هر چقدر شدت محرک بیشتر باشه، پتانسیل گیرنده بزرگتر و فرکانس پتانسیل عمل بیشتر و آزادی نوروترانسمیتر بیشتر رو ما داریم میبینیم. اینجا که داره پتانسیل عمل رو نشون میده بچه ها، همه‌شون شکل همن، دامنه ها این همه، تعدادشون در واحد زمانه که تغییر کرده، ولی اینجا که داره پتانسیل گیرنده رو نشون میده داریم میبینیم که شکل های متفاوتی درش دیده میشه. کانال های یونی که مکانو رسپتور هستن رو اینجا یه نمونهش رو داریم میبینیم بچه ها، نگاه کنید. بعضی اوقات هستش که یه کانالی خب مکانو رسپتور مدل های متفاوتی ما درش میبینیم، توی درستون هم 1-2 مدلش رو خواهید دید. بعضیا خود اون کاناله، نگاه کنید شکل بالا، خود اون کاناله تکون خورده و باعث شده باز بشه و یون وارد بشه، یعنی خود اون کاناله با کشش قشا تکون خورده. بعضی اوقات پیش میاد که کاناله یه تیکه پروتئینی داره مثل فنره، وقتی کشیده میشه تاثیر میذاره رو کانال، اینم کشیده میشه یه تیکه از کانال و کانال باز میشه. بعضی اوقات نه، اصلا خود کاناله خودش به تنهایی نمیتونه با تغییرات قشا باز شه، تیکه پروتئین جدای فنری هم بهش وصل نیست، یه پروتئینی در مجاورتش هست که اون پروتئینی که در مجاورتشه اون یه تیکه حالت فنری داره و اون پروتئین مجاور که یه تیکه فنری داره در اثر کشش تحریک میشه، میاد به این میچسبه و اینو میکشه. پس کانال‌های یونی وابسته به کشش خودشون 3 مدلن، یا مستقیم خودشون کشیده میشن، یا یه تیکه پروتئینی بهشون وصل کشیده میشه خودشون فنر دارن، یا نه
نه خودشون مستقیم کشیده میشن، نه فنر رو خودشونه، یه فنر کنارشونه روی پروتئین دیگه که میاد بهشون وصل میشه و اونو میگیره و میکشه و کانال رو باز میکنه. از نظر بچه‌ها، از نظر گیرنده ها، ما گیرنده هایی داریم که گیرنده هایی هستن که خیلی سریع سازش پیدا میکنن، گیرنده هایی داریم که خیلی تند سازش پیدا میکنن. مثلا شما وقتی صبح جورابتون رو میپوشین، 1-2 دقیقه اول احساسش میکنین ولی بعد دیگه اصلا احساسش نمیکنین. یا وقتی کفش میپوشین اول صبح احساسش میکنین ولی بعد از یه چند دقیقه دیگه اصلا انگار که کفش باتون هست احساسش نمیکنین. ولی اگر یه چیزی رو جسمتون حرکت کنه، یه دونه مورچه رو بدنتون حرکت کنه، از اول تا آخر که این داره حرکت میکنه شما دارین اینو احساس میکنین که داره حرکت میکنه، بهش سازش پیدا نمیکنید. پس اونایی که خیلی سریع سازش پیدا میکنن، ببینید بچه‌ها استیمولوس یعنی محرک هست ولی تعداد اسپایک ها یا اکشن پتانسیال هایی که داره میده اون گیرنده اول زیاده، بعد متوقف میشه، انتهای حرکت هم باز یه دونه داره اکشن پتانسیال میده. این خیلی سریع داره سازش پیدا میکنه، مثل لامسه یا مثلا لرزش. در مثلا تو ماشین که میشینیم اون لرزش ابتدایی که حرکت ماشین داره، بعدش که عادت میکنیم بهش، اینا هستش. یا مثلا اینجا داریم توی شکل بعدی میبینیم که استیمولوس هست ولی همچنان همش از اول تا آخری که محرک هست اکشن پتانسیال هم دیده میشه. اینا خیلی کم سازش پیدا میکنن، مرکل ها از اینا خیلی کم سازش پیدا میکنن. تماس مداوم درست سازش پیدا میکنن ولی اینجوری هستش که ابتدا اکشن پتانسیال ها زیاده، بعد کم میشه، متوقف نمیشه، صفر نمیشه. پس بعضیا تند سازشن، بعضیا کند سازشن. اونایی که تند سازش هستن مثل گیرنده های انتهای مو، مایسنر، پاچینی، گیرنده های کپسولدار اصولا به اینها فازیک هم میگیم. اونایی که کند سازش هستن مثل رافینی ها بهشون تونیک میگیم، یعنی همیشه یه تونوسیته ثابتی دارن در تولید پتانسیل عمل. بعضیا مثلا که اصلا سازش پیدا نمیکنن مثل گیرنده درد، تا وقتی که عامل ایجاد کننده درد رو از بین نبریم گیرنده درد همچنان داره درد رو ایجاد میکنه. اینا کلا سازش پذیر نیستن. پس بچه‌ها سازش میتونه در سطح خود گیرنده، یعنی خود ساختار آناتومیکی گیرنده باعث بشه که دیگه پتانسیل گیرنده به وجود نیاد، یا ممکنه که این مسیری که داره پیام رو منتقل میکنه به مغز باعث ایجاد سازش بشه. مثلا حسایی که هست، مثلا تالاموس دیگه بگه اوکی این پیام دیگه زیاد اومده من متوقفش کنم، مسیر بیاد سازش رو ایجاد کنه. یا سازش در سطح گیرنده باشه یا در سطح مسیری که قرار پیام رو منتقل کنه ما سازش رو ببینیم که وجود داره. پس بچه‌ها ما یک سری گیرنده هایی داریم مثل گیرنده های مثلا پاچینی، این مشکی اولیه که زود سازش پیدا میکنه. گیرنده هایی رو داریم مثل گیرنده های مو، گیرنده های پایه مو هستن که اینا بازم زودن ولی از پاچینی یه خورده دیرتر هستن. گیرنده هایی رو داریم که گیرنده های دوک های مایچه‌ای هستن و گیرنده هایی که در مفاصل هستن. اینا هیچ وقت سازش پیدا نمیکنن، البته یک کوچولو کمتر میشه پیاماشون. مثلا شما تا این پاتون رو اون پاتون میندازین، تغییر پوزیشن پاتون یا دستاتون رو میدین بدون اینکه نگاه کنین، اولش خیلی متوجه میشین که تغییری رخ داد ولی بعد ارسال پیام کمتر میشه ولی هیچ وقت به صفر نمیرسه. مثل گیرنده هایی که در مو هستن یا پاچینی که به صفر رسیده، خیلی زود به پایین رسیده. مثلا حالا واسه گیرنده های مو به 1 رسیده، پاچینی به 0 رسیده. در مورد گیرنده هایی که در پروپریوسپتورهای ما هستن، دوک های ماهیچه‌ای یا مفاصل ما به 0 نمیره، کمتر میشه ولی به 0 نمیرسه. پس تغییراتی که در کانال ها رخ میده، در ساختار گیرنده رخ میده، همه اینها میتونه تاثیر بذاره که ما یک ادپتیشنی به اون گیرنده، به اون عامل، به اون محرکی که داره گیرنده رو تحریک میکنه داشته باشیم یا نداشته باشیم. در کل بچه‌ها پس گیرنده ها یا تونیک هستن
یا فازیک هستن. تونیک ها یعنی همیشه دارن پیام میدن، آداپتیشن نداره، کمتر میشه ولی آداپته نمیشه. اینجا دارین میبینید استیمولوس هست، گیرنده اول زیاد پیام داده، پتانسیل گیرنده زیاده، بعد یه ذره کمتر شده ولی صفر نشده. اما اونایی که فازیک هستن، دائمی نیستن، مداوم نیستن، داریم میبینیم که تحریک میشه. بعد با این که استیمولوس وجود داره، این قرمز پایینی استیمولوس وجود داره، با این که استیمولوس وجود داره ولی داریم میبینیم که گیرنده ما صفر شده، ارسال پیام‌هاش، پتانسیل رسپتورش صفر شده و بعد یهو دیگه توقفش رو داریم میبینیم. پس گیرنده‌های تونیک تداوم وجود محرک رو هی دارن پیام میدن، کندسازشن. اما فازیکا متوقف میشن. از نظر فیبرهای عصبی هم بچه‌ها ما تقسیم بندی های متفاوتی داریم. بازم برای این فیبرهای عصبی من از شما نمیخوام که این جدول رو برای من حفظ کنید، مثلا بگید که فیبر نوع 1 و 2 3 هر کدوم از چه نوعی هست، نمیدونم قطرش چقدر، سرعت انتقال پیامش چقدر. نه، هر جایی که مکانیزم خوندیم فیبر مربوط به اون مکانیزم رو شما باید بلد باشین. مثلا ما میدونیم که اولا هر چقدر میلین قطورتر باشه انتقال پیام سرعتش بالاتره، هر چقدر میلین قطرش کمتر باشه یا نباشه سرعت کمتر میشه. اگر ما بخوایم قطر یک آکسون رو بررسی بکنیم، مثلا یک آکسونی که میلین نداره اگر 1 میکرومتر باشه، آکسونی که میلین داره ممکنه تا 20 میکرومتر باشه. هر چقدر که این داره قطرش بیشتر میشه، از 1 میرسه به 20، ولوسیتی یا سرعت انتقال پیام هم داره افزایش پیدا میکنه. از 1 متر بر ثانیه در فیبرهای نوع C بدون میلین تا 120 متر بر ثانیه در فیبرهایی که مثلا نوع 1 از نوع آی آلفا هستن، میلین قطور زیادی دارن. پس جدول رو فقط در حد این بدونید که هر چقدر که قطر داره بیشتر میشه سرعت داره افزایش پیدا میکنه. بعضی از فیبرها که بدون میلینن نوع 4 بهشون میگیم، اگر که در خصوص عصب دهی مثلا ماهیچه‌ای بخوایم صحبت بکنیم و اگر بخوایم راجع به چیزای سوماتیک صحبت کنیم میگیم فیبرهای C. اینها قطرشون خیلی کمه، 0.1 0.2 تا 1 تا 1.5 میکرومتر هستن. ولوسیتیشون خیلی کمه، به طور متوسط 1 متر در ثانیه، ولی میتونن حتی 0.4 تا 2 متر در ثانیه هم باشن. اگر که حالا بریم فیبرهای دیگر رو بگیم، فیبرهای نوع 1 و 2 و 3 هستن یا در تقسیم بندی دیگری آی آلفا، آی بتا، آی سیگما، اینا رو بخوایم بررسی بکنیم باز هم هر کدوم در میشه گفت قطرهای مختلف سرعتهای متفاوتی دارن که حالا لازم نیستش که شما اینا رو بخواید حفظ کنید. هم دسته‌بندی که ما در خصوص این فیبرها توی اسلاید قبل داشتیم اینجا باز برای شما تقسیم بندی کرده، گفته اگر ما بخوایم بگیم فقط سنسوری ها رو بررسی بکنیم، یعنی فقط اونایی که اطلاعات حسی رو میارن به سیستم عصبی بررسی کنیم، میگیم فیبرها از نوع 1 2 3 4. اگر نه بگیم مثلا نخوایم سنسوری و موتور رو اسپسیفیک از هم جدا بکنیم، میگیم فیبرها از نوع A B C هستن. بعد هر کدوم از اینها زیرشاخه‌های خاص خودش رو داره و هر کدوم از این زیرشاخه‌ها مثلا آی آلفا، آلفا موتور نورونه مربوط به انقباض ماهیچه‌های اسکلتی ارادی هستش، یا مثلا گاما از اونایی هستش که آیا گاما مربوط به اونایی هستش که میاد انقباض فیبرهای درون دوکی رو که بعداً خواهیم دید انجام میده. بازم این اسلاید رو نمیخواد حفظ کنید، فقط هر جا هر مکانیزمی بود بهتون میگم کجاها باید یاد بگیرید، فقط من باب دانش خودتون هست. خب بچه‌ها این شکل دارین، تو این شکل میبینید یه جاهایی نوشته شده ای، یه جاهایی نوشته شده آی. وقتی ای نوشته شده منظورش اکسایتیتوری یا تحریکیه، وقتی آی نوشته شده منظورش اینهیبیتوری یا مهاری هستش. الان شما درون شکل A تیکه داریم میبینیم که نورون ما توسط ای1 یعنی یه دونه نورون پیش سیناپسی
اومده 2 بار پشت سر هم تحریک شده. این 2 بار پشت سر هم فاصلش زیاد بوده، نتونسته به هم بپیونده و یه دونه تحریک بزرگ رو به وجود بیاره. پس تحریک نرسیده به آستانه، پس اکشن پتانسیال به وجود نیومده. توی شکل B داریم میبینیم که جمع‌پذیری زمانی رخ داده یا temporal summation یا جمع‌پذیری زمانی رخ داده. یه دونه نورون پیش سیناپسی اومده 2 تا تحریک پشت سر هم داده. این 2 تا تحریک پشت سر هم باعث شده E1 نوشه، یعنی توسط یه دونه نورون پیش سیناپسی پشت سر هم به هم پیوسته جمع‌پذیری زمانی رخ داده در زمانهای متفاوت در یک جا پشت سر هم و اکشن پتانسیال رخ داده. اینجا بچه‌ها در C دارین اسپشیال سامیشن یا جمع‌پذیری مکانی رو میبینید که توسط 2 تا نورون به صورت همزمان تحریک رخ داده. EPSP ها به هم پیوسته به اکشن پتانسیال به پتانسیل آستانه رسیده و ما اکشن پتانسیال رو میبینیم. در شکل D داریم میبینیم که اول یه دونه مهاری داشتیم، اینهیبیتوری داشتیم، بعد در یک فاصله زمانی یه دونه تحریکی داریم، اکسایتیتوری داریم و همزمان با اون یه دونه چی داریم؟ یه دونه مهاری داریم. چون هم EPSP بوده هم IPSP بوده همدیگر رو خنثی کردن و قدرتشون به اندازه هم بوده تقریبا و باعث شده که اکشن پتانسیال در نهایت به وجود نیاد و یک جمع‌پذیری مکانی رو ما داشته باشیم توسط 2 تا نورون همزمان یه تحریک مهار. پس وقتی کلمه جمع‌پذیری رو به کار میبریم ممکنه یکیش تحریک باشه یکیش مهار باشه، حتما همش مثبت نیستش که به هم بپیونده. کلا منظورمون از جمع‌پذیری اینه که همزمان 2 تا اتفاق با هم دیگه رخ داده و باعث شده که یک سلول همزمان یه دستور تحریک بگیره یه دستور مهار بگیره. شکل‌ها رو هم بچه‌ها برای امتحان مهمه که بلد باشین، این جزء شکل‌های مهمه. خب اینجا داریم چی رو میبینیم؟ داریم میبینیم که در شدت ارسال پیام به قسمت‌های بالاتر هر چقدر که شدت محرک بیشتر باشه فرکانس اکشن پتانسیال افزایش پیدا میکنه. از طرفی بچه‌ها اعصابی که دارن پیام رو منتقل میکنن به CNS هم تعدادشون میتونه تغییر کنه. مثلا شما اگر یه دونه میخ رو بگیرید روی سطح پوستتون فقط نگه دارید، فشار ندید. استیمولوس دیگه یه چیز نوک‌تیز روی سطح پوست قرار گرفته، اطلاعات میاد منتقل میشه، یک استیمولوس یا محرک ضعیفه. اگه یه ذره فشارش بدین گیرنده های بیشتری از سطح پوست درگیر میشه، پس فیبر های عصبی بیشتری درگیر میشه. اگه نه خیلی فشار بدین دست سوراخ شه، یهو یک استیمولوس یا محرک قویه، پس هم فرکانس داره زیاد میشه هم تعداد گیرنده هایی که تحریک میشن دارن زیاد میشن. اینجا هم دارین میبینین شدت سیگنال، نگاه کنین محور وای، قدرت سیگنال، شدت سیگنال وقتی زیاد شده ایمپالس های ما فرکانسش زیاد شد. وقتی شدت کم شده ایمپالس های ما هم فرکانسش کم شد. از اونور دوباره وقتی شدت زیاد شده فرکانس ایمپالس ها زیاد شده، پس شدت سیگنال 1 روی فرکانس منتقل شونده اکشن پتانسیال ها در واحد زمان توسط گیرنده ما به CNS افزایش پیدا میکنه. 2 تعداد گیرنده هایی هم که درگیر میشن افزایش پیدا میکنه. حله؟ خب حالا تو این شکل داریم میبینیم که ما گیرنده های درد، نگاه کنیم بچه ها، نوسیسپتور یعنی گیرنده درد. گیرنده های درد بعضی هاشون هستن که کلا میلین ندارن، گیرنده های نوع C بدون میلین هستن. بعضی گیرنده ها که باز درد رو میتونن منتقل کنن از نوع آی دلتا هستن، یعنی یه ذره میلین دارن. سرعت آی دلتا از فیبر C بیشتره چون میلین داره.
وقتی یه دردی به وجود میاد، مثلا وقتی که دست ما توسط چاقو بریده میشه، یه درد اولیه تیز داریم که اون درد اولیه توسط آی دلتا منتقل میشه، برشه، سری دستمون نمیکشیم عقب. بعد تا وقتی که این بافت ترمیم نشه، چون همین که پاره میشه التهاب زیاد میشه، عوامل التهابی میان و باعث میشه که یک درد خفیف دائمی هم داشته باشیم، اون درد آهسته. و موقع که بافت ترمیم نشه ما یه دردی رو احساس میکنیم، اونا توسط فیبر C داره منتقل میشه. پس درد ما یک فرست پین، درد اولیه سریع داریم که توسط آی دلتا داره منتقل میشه. یه دونه درد ثانویه داریم سکند پین که توسط فیبرهای C بدون میلین با سرعت کمتر داره منتقل میشه و تا موقعی ادامه پیدا میکنه که اون بافت ما بتونه ترمیم بکنه خودش رو، یا بریم مسکن مصرف کنیم یا به هر دلیلی دیگه یه کاری بکنیم که پیام منتقل نشه از اونجایی که درد ایجاد شده. خب پس وقتی ما یک نورون رو داریم میبینیم عزیزان، این نورون ما وقتی پیام رو منتقل میکنه توسط اون آکسونی که داره منتقل میکنه شاخه شاخه میشه. هر کدوم از این شاخه ها میتونه به نواحی مختلف یک نورون بره اونو تحریک کنه، یا میتونه همونجور که دارین نورون یک رو میبینیم بچه ها، یه سری شاخه هاش اومده به نورون درجه 2 A، یه سری شاخه هاش رفته به نورون درجه 2 B، یا نورون 2 رو داریم میبینیم یه سری شاخه هاش رفته به نورون درجه 2، نورون درجه 2 C، و یه سری رفته به نورون درجه 2 D. به این اتفاق، یعنی این اتفاقی که یه پیام اومده ولی پخش شده، داریم میگیم واگرایی رخ داده. یه نورونی که داره وارد سیستم عصبی میشه، یه اطلاعات حسی رو داره میاره، همزمان داره اینو پخش میکنه در جاهای مختلف سیستم عصبی. ممکنه بره تو یه شاخه یه آکسون بده به بصل النخاع، بعد بره بالاتر یه کلاترال آکسون بده به مثلا نواحی حسای مشبک بالای اون، بعد ممکنه بره در تالاموس، در تالاموس دیگه قطع بشه. مثلا نورون هایی که اون اطلاعات مربوط به درد رو دارن میارن، انشابات خیلی زیادی رو در مسیرشون تا برن به تالاموس برسن به جاهای مختلف ساقه مغز دارن میدن که کمک میکنن به اینکه رله اطلاعات بهتر صورت بگیره، یا همزمان چندین واکنش مختلف در مقابل اون اطلاعات حسی با همدیگه رقم زده بشه. این زیبایی کارکرد سیستم عصبیه. این مجموعه نورونی وقتی که پیام رو میاره، میتونه این پیام رو بیاد در یک مجموعه نورونی خروجی دیگه پخش کنه. در بعضی از اینها پیام ممکنه باعث بشه که نورون بعدی اکشن پتانسیال بده، دیسچارج داشته باشه، بره نوروترانسمیتر آزاد کنه. در بعضی از اینها پیامی که داره از اینپوت اولیه میاد، توی بعضی از نورون ها فقط میان نورونه رو انگار آگاه میکنن از شرایط، EPSP درش به وجود میارن، ولی به مرحله اکتیو شدن، دیسچارج شدن، تولید نوروترانسمیتر و فعال شدن نمیرسن. پس وقتی که یک نورون اولیه داره اطلاعات رو میاره به مجموعه نورونی، یه جاهایی ناحیه دیسچارج زونه که اکشن پتانسیال در نورون های درجه 2 به وجود میاره، یه جاهای ناحیه فسیلیتد زون، ناحیه تسهیل شده است. اینا فقط تسهیل میشن که اگر دوباره تحریک تکرار شد اینا هم بعداً دیسچارج داشته باشن، اما عملیاتی انجام نمیدن، فقط تحریک میشن، یه ذره مثبت‌تر میشن برای روز مبادا. اگر نیاز شد بلافاصله بعداً اینها میتونن تبدیل به نورون هایی بشن که دارن اکشن پتانسیال رو ایجاد میکنن. اینجا بچه ها شما دارین میبینین که بعضی از نورون ها وقتی که پیام رو میارن واگرایی رخ میده، نورون درجه 2 مختلفی رو تحریک میکنن، بعد درجه 2 مثلا 4 تا نورون دیگر رو تحریک میکنه، یه پیام پخش میشه در قسمت های مختلف مغز. یا ممکنه که ما ببینیم که
پیام از 3 تا منبع متفاوت وارد شده، بعد از اینکه وارد شده به چندین مجموعه نورونی متفاوت در 2 تا نیمکره مغز پیام رو داده، یا پیام از منابع مختلف فقط اومده به یه دونه نورون، مثلا هسته‌های بعضی از هسته‌های خاصی که در تالاموس هست از جاهای مختلف داره پیام رو میگیره، از سورس‌های مختلف. به این میگیم همگرایی، به این یکی میگیم واگرایی. اگر از سورس‌های مختلف کانورجنس یا همگرایی روی یه دونه نورون باشه میگیم پس همگرایی یا کانورجنس رخ داده. این اتفاقات در سیستم‌های عصبی میفته. همینجور که میریم تو مکانیزم‌های مختلف میبینیم که این اتفاقات چجوری میفته. یا حتی ممکنه که یه اینپوتی وارد بشه، یه نورون رو تحریک کنه، یه مسیر، یه پتوی رو تحریک کنه، یا بیاد نه یه اینترنورونی رو تحریک کنه که اون اینترنورون مهاریه، یه مسیر دیگر رو بیاد چیکار کنه؟ مهار کنه. پس یه مجموعه نورونی میتونه خروجی تحریکی داشته باشه، میتونه خروجی مهاری داشته باشه. یه مجموعه هستا یه نوروترانسمیتر داره آزاد میکنه، ولی همون یه مسیر رو تحریک میکنه، یه مسیر رو میتونه مهار بکنه. مثلا تو رفلکس ها بعدن میبینیم یه پیام داره میاد، بعد باعث میشه مایش‌های قسمتی از بدن ما منقبض، مایش‌های قسمتی از بدن ما ریلکس بشه. پس یک مجموعه نورونی میتونه آوتپوت‌های متفاوتی رو در سیستم‌های متفاوت به وجود بیاره. پس یک اینپوت اومده. بعد یه چیز جالب، بعضی اوقات هستش که نورون درجه 2 خودش میاد یه کولاترال آکسون میده به اونجایی که خودش سیناپس داشته با نورون درجه 1. پس خودش فیدبک میده به خودش فیدبک میده و میتونه تقویت کنه یا مهار کنه. یا ممکنه این نورون درجه 2 بیاد یک سیناپسی بده به یه نورون درجه 3 دیگه، بعد اون نورون درجه 3 بیاد یه سیناپس بده به یه نورون درجه 4، بعد این درجه 4 بیاد نورون درجه 2 و 3 رو مثلا مهار کنه. پس مجموعه های سیناپسی متفاوت به شیوه های متفاوت و عجیب و غریب و پیچیده در سیستم مغزی ما وجود داره. ما ممکنه یک مجموعه نورونی داشته باشیم، همزمان که داریم پیام رو از یک اینپوت میگیریم تا به یک آوتپوت در نهایت برسیم، یه سری نورون ها از مجموعه های دیگه بیان اینو تسهیل کنن، یا یه سری از نورون ها از مجموعه های دیگه بیان این رو مهارش بکنن. یا ممکنه یه چیز جالب، اصلا ما مدارهای انعکاسی یا نوسانی داشته باشیم، یا ریوربریتینگ یا مدارهای انعکاسی یا مدارهای نوسانی یا اسیلیتوری. اینا چجوریه؟ یه اینپوت اومده، نورون‌های درجه 2 رو تحریک کرده، بعد 2 رفتن 3 رو تحریک کردن، بعد 3 رفتن 4 رو تحریک کردن، بعد 4 اومدن 5 رو تحریک کردن، بعد 5 دوباره اومدن اون 2 اولیه رو تحریک کردن. یعنی یه دونه تحریک که توی این مجموعه رخ میده مدت زمان زیاد و طولانی این هی ادامه پیدا میکنه. یکی از مهمترین مدارها در سیستم عصبی هستن این انعکاسی‌ها. فیدبک های مثبت هی میده به مجموعه نورونی اولیه که خودش رو به راه انداخته و هی اونو مجدد تحریک میکنه پشت سر هم، چرخشیوار. بنابراین وقتی اینا تحریک میشن مدت زمان زیادی در حالت تحریک باقی میمونن. تو این شکل اگر ببینید داریم میبینید اینپوت محرک اومده، محرک اومده تحریک شده. وقتی تحریک شده نگاه کنید اینا تحریک شده. وقتی تحریک شده داریم میبینیم که اگر یک سیستمی بیاد اینو مهارش بکنه، اگه در حالت عادی سبزه بوده باشه که از زمان تحریک تا زمان پایان انقدر زمان قرار بوده طول بکشه، ببخشید در حالت عادی بچه‌ها این آبیه بوده، اگر در حالت عادی این آبیه بوده که از زمان تحریک تا زمان پایان قرار انقدر طول بکشه، وقتی که تحریک میشه یا تسهیل میشه این بیشتر طول میکشه. وقتی که مهار میشه این قرمزه میشه این کمتر. مثلا قرار بوده کلا از لحظه تحریک تا لحظه پایان اون واکنش مثلا نیم ساعت طول بکشه، اینا هی فیدبک هم دیگر تحریک کنن دیگه چرخشی. وقتی تسهیلم روش انجام میشه به جای نیم ساعت میشه 1 ساعت. وقتی که مهار روش انجام میشه به جای نیم ساعت میشه مثلا 15 دقیقه. خب توی
سیستم عصبی بچه‌ها شما دیدین که اون قسمت هایی که مربوط به سیستم عصبی بودن که مربوط به سیستم تنفسی بودن یک سری خروجی های ریتمیک ثابتی رو داشتن. یعنی ما در قسمت های مرکزی کنترل کننده تنفسمون همیشه داشت برای خودش ریتمیسیته و اون میشه گفتش که دستورات تنفسی پشت سر هم رو ایجاد میکرد. پس ایمپالس های عصبی ریتمیک رو ما مثلا توی تنظیم اون تنفس داریم که به مایشه های مرتبط با تنفس عادیمون میره. داریم میبینیم که هر چقدر که مثلا پیام ها خود اون سیستم اگه یادتون باشه تحت تاثیر گیرنده های کمورسپتورها، بارورسپتورها، گیرنده های شیمیایی مرکزی، گیرنده های شیمیایی محیطی و اینها قرار می گرفت. درسته؟ هر چقدر که اجسام کاروتیدی ما بیشتر پیام میدادن که نشون دهنده این بودش که اکسیژن کمتر شده، این باعث می شد که اون عصب فرنیکی که قراره بیاد بره به دیافراگم و باعث افزایش تنفس بشه، ایمپالس هاش صدور دستوراتش افزایش پیدا بکنه. پس با افزایش تحریک اجسام کاروتیدی که کاهش اکسیژن رو دریافت میکردن، ما افزایش ایمپالس ها رو در عصب فرنیک میدیدیم که وجود داره، اوتپوت های بیشتری رو میدیدیم که وجود داره. اینا جزء اون سیستم های ریتمیک هستن. در خصوص تنفس مخصوصا این سیستم های ریتمیک خیلی نقش مهمی رو بازی میکنن. از طرفی بچه‌ها نگاه کنیم در خصوص مثلا سیستم هایی که انقباض مایشه فلکسور رو نگاه کنیم. اینجا داره انقباض مایشه فلکسور رو نشون میده با این قرمزه. این مستطیل های صورتی پایین داره محرک ها رو نشون میده. نگاه کنیم بچه‌ها، محرک هست از 0 تا قبل از 15 ثانیه ما انقباض شدید ماهیچه رو داریم. بعد دفعه دوم بلافاصله پشت سرش، یعنی چند ثانیه پشت سرش، باز ما میبینیم محرک همون قدیه ولی انقباض کمتری رو داریم. بعد یه ذره جلوتر میریم میبینیم باز محرک هست همون قدیه ولی باز انقباض کمتر میشه. به این پدیده چی میگیم؟ میگیم خستگی سیناپسی. یعنی درسته که هر چقدر محرک زیاد باشه در خصوص بعضی از سیستم ها مثل سیستم هایی که چرخشی هستن، ریوربریتینگ هستن، هی ما تحریک بیشتری داریم فیدبک، ولی بعضی از سیستم های دیگه مثلا انقباض مایچه ها دیگه دچار خستگی سیناپسی میشن. یعنی نوروترانسمیترشون کم میشه، یعنی اون واسطه های انتقال پیامشون کمتر میشه و هر چقدر که ما محرک و پشت سر هم بدیم تعداد تحریک کمتری رو در عضله فلکسور میبینیم. اینا تنظیمات اتوماتیک کوتاه مدت مسیرهای عصبی هستن که در نتیجه خستگی باعث میشه که ما انقباضات کمتری رو داشته باشیم. شما اگر که یه دونه حیوان خونگی داشته باشین، هی اینو با انگشتتون به یه جای بدن این هی بزنین، هی نشونش بگیرین بزنین، اول پاشو جمع میکنه، بعد دیگه میبینه نه دیگه جمع نمیکنه، چندین بار که پشت سر هم جمع کنه دیگه دچار خستگی سیناپسی میشه و دیگه این کار رو انجام نمیده. یه مسئله دیگه که بهش میگیم long term potential یا long term depression خیلی مسئله مهم و ضروریه. من نمیدونم چرا انتهای این فصل انقدر این رو خلاصه گفته. بنابراین به خاطر اینکه این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش من اینو میذارم توی جلسه بعد به شما میگم که شما هم بتونید متوجه موضوع بشین، چون بسیار مهمه. مکانیسم LTP LTD به خصوص در مبحث لرنینگ مموری مسائل بسیار مهمی است. پس یادم باشه از این فصل فقط LTP و LTDش باقی مونده، اسلاید آخرش که حتما باید بهتون بگم. خب بچه‌ها سوال ندارین؟ خواهش میکنم. فکر میکنم درس امروز دیگه خیلی سنگین شد. امروز دیگه اینو ما متوقفش کنیم. انشاءالله فردا ساعت چند میبینمتون؟ 2 ساعت اول خانم دکتر قربانی میان، من ساعت 14 فردا انشاءالله شما رو خواهم دید. ممنونم خانم کلانتری عزیز، اگر که لطف کنی قسمت درس امروز رو هم برام ارسال کنی ممنون میشم. متشکرم. خدا نگهدارتون. بچه‌ها سوال داشتین هم ایمیل هست هم آدرس لینکدین هست، میتونید سوالاتتون رو بپرسید.